برنامه صلبی با مردم. این برنامه از واشنگتن پایتخت آمریکا خدمت شما تقدیم میشه و میتونم بگم امروز برنامه بهتری هست، چون یکی از دوستان بسیار خوب آقای عیسی علیپور رو از سوئد داریم. اجازه بدید بهشون تبریک بگم به خاطر این فعالیت هایی که دارن و جبهه آزادی خواهان هر روز افرادی که باشون تماس میگیرن و به جمعشون میپیوندن بیشتر و بیشتر میشه و میبینم که کارهاشون ردیفتر هست. من ضمن سلام و خوش آمدگویی به آقای علیپور که خیلی وقت هم غایب بودن ازشون میخوام که یه مقداری در رابطه با انتخابات ایران صحبت کنن، بعد میریم سراغ اون تظاهراتی که این دوستان و دوستان دیگه در سرتاسر دنیا برقرار کردن. من ویدیوهایی رو از این دوستان دیدم و پخش کردم. خود من به عنوان یک بیننده ایرادی رو گرفتم که آقای علیپور هم امروز در اون مورد صحبت میکنه. پس اجازه بدید که من میکروفون رو در اختیار آقای عیسی علیپور از سوئد قرار بدم تا با شما سلام و علیک و خوش آمدی بکنن، بعد میریم سراغ پرسش های دیگه. آقای علیپور ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و خوشحالم که بار دیگه با شما صحبت میکنم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. بفرمایید. من سلام عرض ادب دارم خدمت مدیر محترم مردم تیوی آمریکا آقای صلبی گرامی و درود سپاس دارم به همه شنوندگان محترمتون. خب همونطوری که فرمودید جناب آقای صلبی گرامی، انتخابات خب طبق روال همیشگی بالا پایین داشته. تو حدود 33 سال خب یه عده‌ای رأی میدن، یه عده هم رأی نمیدن. خب اونایی که رأی میدن خب بر اساس منافع طبقاتی یا منافع شخصی گروهی خودشون وارد میدان سیاست میشن. اونایی که رأی نمیدن خب فاکتوری دارن به نام اینکه این رژیم دموکراتیک نیست و بر اساس باورهاشون و تحلیل‌های سیاسیشون چه فردی چه گروهی چه سازمانی رأی نمیدن. رأیی که امروز یعنی هفته پیش داده شد به نظر من این رأی میتونیم به 3 بخشش بکنیم. خب یه بخشی از این رأی دهندگان که خود طرفداران رژیم هستند، مذهبی هستند یا به مثابه حزب الله هستند. یک بخشش که کارمندان و یا میخوام که خیلی لغت خوب استفاده بکنم کسانی هستن که حقوق بگیرای رژیم هستن. یه بخش کثیری از مردم به مثابه توده ها که همیشه در واژه سیاسی ازش اسم میبریم، توده ها بر اساس شناختی که از جامعه دارند، بر اساس منافع طبقاتی خودشون یا بر اساس نگاهی که به اون سیستم و یا اون جامعه دارن رأی دادن. من میتونم بگم اونایی که رأی دادن بخششون، البته بخش کثیرشون خب سرنگون طلب نیستند، میخوان که اصلاح را در نظر دارن. میگن آقا بین بد بدتر ما باید بد رو انتخاب بکنیم یا به مثابه گام به گام بریم جلو. چون به مراتب دیدیم که اونایی که عنصر اجتماعی که وارد میدان میشه و در رأیگیری ها شرکت میکنه و رأیشون خورده میشه به عنوان یه عنصر اعتراض میان تو خیابون. این فاکت هم در سال 88 داشتیم. اپوزیسیون خارج کشور یا داخل یا خارج میگفتن رأی ندید، ولی جامعه سیاسی داخل رأی داد و رأیشون خورده شد و نادیده گرفته شد و این عنصر اجتماعی در خانه بود و به خاطر که حق حقوق سیاسیش پایمال شده بود به میدان اومد، به بحران بسیار بزرگی را برای رژیم به وجود آورد. خب اگر همین توده ها تو خونه می نشستن میگفتم به من چه، میپیوستم به اون طیف خاموش جامعه که به اصطلاح هست در جامعه میگن که هر کسی نمیدونم خر باشه ما پالمش هستیم، پس این بحران به وجود نمیاد. این عده‌ای که رأی دادند رأیشون به مثابه اینی که ما
به جنگ، حمله به هجوم خارجی رو نه، گشایش سیاسی رو میخواییم. چرا؟ چون آقای روحانی خب میتونیم بگیم نه در بخش به اصطلاح ایدئولوژیک رژیم این طیف آقای خامنه‌ای و سپاه، نه طیف آقای موسوی است، ولی حالت بینابینی میتونه داشته باشه و تمایل به اصلاح طلباش شاید بتونم بگم. وقتی این مسئله رو مطرح میکنه که من اگر به قدرت برسم زندان سیاسی رو آزاد میکنم، مردم هجوم میبرن به این رأی میدن. البته رأی به خود روحانی نیست، رأی به چیه؟ به آزادی زندانی سیاسی. یعنی میخوان بگن که آقا توده ها مردم ایران آزادی رو دوست دارن، زندان سیاسی نمیخوان، گشایش سیاسی رو میخوان، جنگ نمیخوان، صلح میخوان، عدالت میخوان. این پیام داره، میگن حرف حق را بپذیر حتی اگر از حلقوم باطل داید. یکی از شعارهای مهم جبهه آزادیخواه همینه. آقا نگاه نکن طرف چه کار است، باطله، حتی باطل باشه، ببین حرفش چیه. اگر حرفش درسته اون را بپذیر و اون را الگوی خود قرار بده، به خودت نجات بده. یه روزی آقای هولاکو حرف بسیار قشنگی زد، گفت من صحبتایی میکنم ممکنه خیلی از این صحبت خودم اجرا نمیکنم، خودم عمل نمیکنم، چون ناتوانم، توانمندی من در حدی نیست که این حرفایی که میذارم بخصوص رابطه با زناشویی، خودم مثلا در این مورد مشکل داشتم، ولی تو بپذیری و این حرف علمی مرا قبول کن و خودت نجات بده. حرف بسیار خوبیه. ولی امروز ما احساس میکنیم، من به عنوان سخنگوی جبهه آزادیخواه ایران احساس میکنیم که نباید به مردم تحمیل کرد که اگر تو رأی دادی تو باطلی، اگر تو رأی ندادی انقلابی هستی. اصلا معیار انسانی بودن رأی دادن بنادن نیست. توده ها بر اساس شناختی که از جامعه دارن و گام به گام استبداد را به عقب می‌دونن. همین حرکت امروز جامعه سیاسی ما، مردمی که رأی دادن، یعنی این پیام داره این رأی که آقا ما طیف استبداد حاکم بر ایران که توسط جناح آقای خامنه‌ای هست را نمیپذیریم. همین حدم براشون کافیه. فقط زوم کرده بودن به خاطر زندانی سیاسی، شعارشون دیدین که زندانی سیاسی باید آزاد بشه. بعد جامعه ما طالب آزادی، دموکراسی و عدالته، ولی چون ابزار کار سرنگونی رو ندارن، از ابزار کاری استفاده میکنن که در چارچوب همون سیستم به شرایط میگذاره. یک مسئله دیگه است که بحث بکنم آقای سروی گرامی، ببین در سیستم های بسته و نظام های استبدادی یا باید افراد در اون رهبری ذوب بشند و مطیع باشند، یا اتوماتیک از اون سیستم و از اون دستگاه پرت میشن بیرون. ما فاکتایی داشتیم در گذشته. آقای خاتمی شاید دلش هم میخواست که گشایش سیاسی به وجود بیاد، دیدی که نتونست، یا آقای موسوی یا آقای کروبی و امثال هم. ولی باز هم باید جامعه رو از این نگاه تحلیل کرد که جامعه دوست داره قدم به قدم بره جلو، به سرنگونی که ما فکر میکنیم سرنگون طلبیم. سوال میکنن از ما، آقا اینی که شما میگین سرنگون طلبیم، با کدوم ابزار سرنگون میخوایم؟ شما وقتی میخوایم ماهیگیری بگیریم، میخوایم امروز برم ماهی بگیرم 100 تا ماهی بگیرم، خیلی خوب، ابزارش داری؟ نه تورش دارم. نه این که نمیشه، که یه چیز ایدالیستی راهیه. باید برای رسیدن بر هر هدفی شما به ابزار متناسب با اون هدف را نیاز دارید. ابزار کار توده های داخل بخشش از اصل رابطه، اون بخشی که سرنگون طلب بودن که تو خونه نشستن، اون بخشی را که و به همون چارچوب در همون جامعه با ظرفیت های سیاسی اونچنانی در اون جامعه رأی دادن و رأیشون هم به مثابه تأیید کل نظام به نظر من نبود. به عنوان مبارزه به اصطلاح مدنی یا مبارزه پارلمانتاریستی، مبارزه رفرمیستی را دارن دنبال میکنن. این نظر جبهه آزادیخواه رابطه با مسئله انتخابات. در همین رابطه ما اطلاعی صادر کردیم با حزب دموکراتی ایران و با جبهه دموکراتیک مردم ایران و
مسئولیت آقای طبرزدی و با کنگره ملی ایرانیان با آقای حسنپور این یک ائتلافی به اصطلاح در حد یک اطلاعیه داده شد. خودش این دستاورد بزرگی است و به ما نشان میده که ما اگر با هم دیگه راست بگیم و شفاف صحبت بکنیم میتوانیم اتحادی را به وجود بیاریم به علیه استبداد حاکم بر این مختصر و مفید بود که رابطه با نگاه ما به جامعه و انتخابات. من ممنونم از شما در رابطه با ابزار مثال ماهی و ماهیگیری رو زدید. اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم، چون خودم بارها برام اتفاق افتاده که رفتم با دوستان ماهیگیری و اونها حتی ابزار رو در اختیار من قرار دادن، باز من دست خالی برگشتم و اونها وقتی که آخر عصر شده با سطل‌های پر از ماهی، یعنی به غیر از اینکه ابزار باید داشته باشیم، آگاهی و طرز استفاده از اون ابزار رو هم باید بلد باشیم. من وقتی که ویدیوی شما دوستان رو دیدم حقیقتش یه مقداری آزرده شدم که دوستان شما در سوئد میان با هم اتحاد میکنین که کار خوبی هست، برنامه‌ای رو میذارین، پلاکارت هایی رو درست میکنید، زحمت میکشید. خود من اینجا چون برنامه‌هایی رو میذاشتم میدونم چقدر مشکل اجازه گرفتن از پارک پلیس یا از اجازه گرفتن از مقاماتی که این کار رو انجام میدن تا بتونیم یه تظاهراتی رو به اصطلاح راه بندازیم. من میخوام ببینم که وقتی میریم اونجا برنامه ریزی هست، یعنی میگیم ما 3 ساعت که اونجا هستیم، نیم ساعت اول آقای علیپور مثلا جلو این تظاهرات باشه، اینو بگه، نیم ساعت دوم این. از خودمون مأمورهایی میذاریم که کسی سربی نیاد اونجا یک کاری رو که ما نمیخوایم انجام بده که به نام ما تموم بشه. میخوام ببینم برنامه ریزی هم هست یا نیست. اگر برنامه ریزی هست، بعد از یعنی این اعتراضاتی که به این صورت زشت من شاهدش بودم جزء برنامه بوده، اگر نبوده چه کسانی مسئولن، بعدن چه اعمالی انجام میشه؟ چون بالاخره حتی در کارهای خوب هم باید یه مقداری تنبیه و توبیخ و اینها باشه تا این برنامه با یک نظمی، با یک سیستم خوبی برگزار بشه. من میخوام شما به ما بگید، خب بله شما با آقای طبرزدی و با آقای حسنپور و اینها به اصطلاح صحبت کردید، به توافق رسیدید که این کار رو انجام بدید. بگید که برنامه چی بود و اگر برنامه این نبوده چرا این دوستان این کار رو میکنن و حالا که این دوستان این کار کردن شما و سازمان‌های دیگه چی کار میکنید با اینها؟ آیا آموزشی هست، تنبیه و توبیخی هست، تشویقی هست؟ این رو یه مقدار برای منی که اینجا نشستم این ور آبها توضیح بدید تا آشنا بشم. اول من عرض کنم که رابطه با تظاهرات در جلوی سفارت ایران در اروپا اون ربطی به اون نامه آقای طبرزدی و کنگره و حزب دموکراتی ایران نداریم. ما حزب دموکراتی ایران و با جبهه دموکراتیک مردم ایران و کنگره ملی ما یک اطلاعیه یا یک بیانیه نوشتیم رابطه با نظر به دیدگاه آزادیخواهان به اصطلاح اپوزیسیون در رابطه با انتخابات. این اکسیون مایه تظاهرات ما ربطی به اون اطلاع بیانیه نداره، چون در این مورد اونا هیچ گونه دخل تصرفی نداشتیم. ممنونم از توضیحتون. ببخشید. این تظاهرات را دوستای ما از آمریکا، آقای منوچهر محمدی گفتن که آقا اگر بشه ما در چند کشور بتونیم همزمان یک تظاهراتی در روبروی سفارت ایران در اروپا و آمریکا ما انجام بدیم. ما این پیشنهاد ایشون رو قبول کردیم، گفتیم که ما با این شرط میریم جبهه آزادیخواه ایران با خشونت از یک ادبیات بسیار بسیار مدرنی را ما همیشه سعی کردیم استفاده بکنیم و جدا از همه اون ادبیات‌های گذشته و فوش و بدبیرا و حرفای رکیک زدن و همیشه سعی کردیم